سلام. رئیس جمهور غنی میگوید آتش بس اولین موضوع مذاکرات صلح خواهد بود. وی در مصاحبه با نشریه بریتانیایی گفته است گروه طالبان و جنگجویان این گروه اکنون نیز جنگ را بر صلح ترجیح میدهند. روزنامه ایندیپندنت بریتانیایی گفته است ملا شیرین نورزی طراح اصلی حمله بر جنرال عبدالرازق قماندان پیشین کندهار شامل اعضای تیم مذاکراتی طالبان مسلح شده است. وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه به نشر رسیدهشان نوشته است که طالبان روابط با القاعده را قطع نکرده و اکنون نیز در هماهنگی با جنگجویان القاعده عملیات بر ضد نیروهای امنیتی افغان را تنظیم می‌کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش از یک افغانستان متحد و مستقل حمایت می‌کند. وی حین دادن مبارکی روز استقلال افغانستان گفته است که جنگ 40 ساله افغانستان باید خاتمه پیدا کند و بازیکنان افغان در نخستین دو مسابقه سلسله بازی‌های کربن لیگ خوب درخشیدند. راشد خان در این مسابقات به مناسبت روز استقلال افغانستان بر صورتش بیرق افغانستان را نیز رسم کرده بود.